چطوری قدرتم رو زیاد بکنم. اینکه عضله اضافه بشه و قدرتم اضافه میشه خب این یه چیز عادیه و هممون میدونیم، اما مغز چطور کار میکنه، سیستم عصبی چجوری کار میکنه، اینو امروز میخوایم صحبت بکنیم. به درد کسایی که حرفه‌ای تمرین میکنن، کالیستنیکس کار میکنن میخوره، به درد بچهای مبتدی هم حتی میخوره. بدونید خیلی باحال میشه. حتما ورزشکارای کالیستنیکس رو دیدین که بدون داشتن حجم زیادی از عضله با یه عضله کوچیک چنان قدرتی دارن که هیچ رشته‌ای نمیتونه در واقع حرکاتشون رو بزنه، چون تمریناتشون متفاوته. اما میخوایم ببینیم چجوری این اتفاق میفته. مورد اول، افزایش فراخوانی تارهای عضلانی. اما یعنی چی؟ با یه مثال شروع می‌کنیم. مثالش خیلی علمی نیست اما عینی متوجه میشید. فکر کن وقتی شنا میزنی فقط این قسمت، یه تارهای محدودی از عضله رو میتونی درگیر بکنی، ولی وقتی هی تمرین میکنی و سابقه تمرینت میره بالا، بدن یاد میگیری که تارهای بیشتری رو فعال بکنه. اینجوریه که تو قدرت بیشتری میتونی داشته باشی. مورد دوم، ریت کدینگ یا افزایش نرخ آتش میشه به فارسی. یعنی چی؟ یعنی مغزت یاد میگیری که سریع سیگنالا رو ارسال بکنه، سیستم عصبی سریع سیگنالا رو ارسال بکنه که عضله خیلی زود بتونه منقبض بشه توی زمان کم، که اینم میتونه قدرت تو خیلی افزایش. مورد سوم، سینکرونایزیشن. فکر کن این تارای عضلانیته، تو شنا میزنی، این فعال میشه، این و همش با هم فعال شد. اما فکر کن انقدر تمرین میکنی که بدن یاد میگیره همه رو همزمان فعال کنه، همه فیبرا رو، و اینجوریه که قدرت تو زیاد میشه. مورد چهارم، اینترماسکولار کوردینیشن. خیلی جالبه، با ماسلاب توضیح میدم. فکر کن شما ماسلاب میزنی، برای بچه‌هایی که نمیدونن، این که میله رو اینجوری میگیرن، بار فیکس میزنن میان روش، اینجوری دیپ میزنن میرن بالا، به این میگن ماسلاب. زمانی که ماسلاب میزنی، اول خب توی عمل پول یا کشیدن جلو بازو درگیره، عضلات پشت درگیره، بعد ترانزیشن یا بعد انتقال نیرو عضلات ترایسپس یا پشت بازو درگیر میشه با عضلات سینه و جلوی سرشونه. این بدن یاد میگیره زمانی که خیلی زیاد تمرین میکنی الگوی فعال کردن اینا رو خیلی سریع بتونه تنظیم کنه، و این با تمرین خیلی زیاد به دست میاد که بدن یه الگویی رو بدونه که آقا اول این فعال بشه، این فعال بشه، بعد اون یکی. مورد پنجم، غیر فعال موندن عضلات مخالف. یعنی چی؟ فکر کن شنا میزنی، عضله پشت بازو درگیره، عضله سینه هم درگیره دیگه، اما نمیخوای به خاطر اینکه انرژیت هدر بره عضله جلو بازو درگیر بشه که عضله مخالف هست. بدن با تمرین یاد میگیره که عضلات مخالف رو غیر فعال نگه داره و همین باعث میشه انرژیت هدر نره و خب قدرتت چندین برابر بشه. مورد آخر، مورد ششم فکر کنم میشه موتور لرنینگ. با یه مثال ساده براتون توضیح میدم. فکر کن اولا که پشت ماشین میشینی، مغزت فکر میکنه که اول الان کلاژ بگیرم، دنده عوض کنم، الان اینجا باید راهنما بزنم، ترمز کنم. رفته رفته یهو به خودت میای میبینی داری تلفن صحبت میکنی، کار بدیه، ولی خب و همزمان داری رانندگی میکنی، یعنی برات عادی شده. موتور لرنینگ هم یعنی همین، انقدر شما ماسلاپو تکرار میکنی، پولاب میزنی، نمیدونم پلنچ میزنی، که یه مسیر عصبی درست میشه توی مغزت و مغزت دیگه اصطلاحاً اون حرکت رو بلده، نیاز نیست فکر کنه. خیلی ساده وقتی میری رو حرکت تمام این چند موردی که گفتم با هم فعال میشه. اینم بگم براتون خیلی جالبه، دیدید میلرزه بدن توی یه سری از حرکات، مثلا شنای ساده یا هال و هولد، وقتی میزنی بدنت میلرزه. این توی افراد مبتدی یا حتی بچهای تمرین کرده‌ای که مدتی از تمرین دور بودن اتفاق میفته. این موردایی که گفتم دقیقاً تاثیر داره. مثلا سینکرونایزیشن، این که گفتم تارا با هم فعال میشن، تارای عضلانی، این همون باعث میشه ناهماهنگی باعث لرزش بشه و خب این خیلی جالبه، این که بدونی چرا این اتفاق میفته و خب با تمرین زیاد این درست میشه، بعدن یاد میگیری که همزمان فعالشون کنه. همین، امیدوارم که جالب بوده باشه برات و استفاده کنی. اگه دوست داری خیلی حرفه‌ای و هوشمندانه تمرین کنی با من همراه شو.